سلام دوستان، به کانال سینا پادکست خوش اومدید. در این پادکست قراره به سراغ زندگی نامه یکی از خلفای معروف عباسیان یعنی هارون الرشید بریم که این ویدیو رو با هم شروع کنیم. ابو جعفر هارون ابن محمد المهدی ابن ابی جعفر المنصور، مشهور به هارون الرشید، زاده 149 و در گذشته سال 193 هجری قمری در شهر ری به دنیا اومد و در 45 سالگی بر اثر بیماری در طوس خراسان درگذشت. وی پنجمین خلیفه عباسی بود که در سال 170 قمری پس از برادرش هادی به خلافت رسید. هارون در ابتدا با یاری مادرش خیزران و خاندان برمکیان به امور کشوری رسیدگی میکرد که پادکست مربوط به خاندان برمکیان هم در کانال هست و اگه دوست داشتید میتونید اون رو بشنوید. دوران هارون الرشید رو عصر طلایی عباسیان قلمداد میکنند. تلاش‌ها و فعالیت‌های یحیی برمکی و فرزندانش رو در امور لشکری و کشوری که موجب رونق و شکوفایی هنر و اقتصاد شده بود رو نمیشه بی تأثیر دونست. اما پس از مدتی اعتماد هارون نسبت به این خاندان از بین رفت و باعث سقوط قدرت اونها شد. هارون در طول حکومت خود درگیری‌ها و زد و خوردهای بسیاری رو از سر گذروند. وی در ابتدا برای جبران ستم‌هایی که هادی نسبت به علویان روا داشته بود با اونها به نرمی رفتار می‌کرد، اما بسیاری از علویان در نواحی مختلفی چون افریقیه و دیلم بر ضد اون شورش کردند. در نهایت هارون هم تمام این شورش‌ها رو سرکوب کرد و همچنین یکی از بزرگترین چهره‌های علویان و هفتمین امام شیعیان یعنی موسی بن جعفر کاظم رو مسموم کرد. اگه تا اینجای پادکست رو دوست داشتید لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. هارون الرشید مدت زیادی با رومیان در نبرد و صلح‌های موقت به سر می‌برد که این درگیری‌ها موجب ساخت دژهایی میان قلمرو اون و رومیان شد. در نهایت خلیفه موفق نشد رومیان رو شکست بده و تنها تونست کمی قدرت اونها رو تضعیف کنه. یکی از مسائل مهمی که وی با اون روبرو بود جانشینی دو پسرش امین و مأمون بود و برای ممانعت از اختلافهای احتمالی میان اونها به ترتیب امین، مأمون و سپس معتصم رو جانشین خود کرد. وی قلمرو خلافتش رو بنا به صلاح دید و توانایی‌های فرزندانش میان اونها تقسیم کرد. در آخرین سال حکومت هارون الرشید مردم خراسان بر اثر ستم علی ابن عیسی که حاکم اون منطقه بود با رافع ابن لیث همراه شدند و علیه وی شورش کردند. هارون به همراه مأمون راه خراسان رو در پیش گرفت و در این راه بر اثر بیماری از دنیا رفت. هارون در منابع مختلف شخصیت دوگانه‌ای داره. از یک جهت وی فردی ظالم و بیرحم معرفی شده و از سوی دیگه نسبت به مردم دلرحم بوده. خرد وی و همراهی برمکیان با اون پیشرفت‌های اقتصادی، فکری و فلسفی رو در طول حکومتش در پی داشت. در دوران هارون تلاش برخی از والیان و امیران برای مقابله با دشمنان و جستجوی منابع حیات منجر به فتوحات زیادی در عصر عباسیان شد که آشنایی و گرد آمدن مسلمانان به مراکز فرهنگی نواحی فتح شده را در پی داشت و موجب شکلگیری نوع جدیدی از معیشت شد. بر اساس منابع هارون الرشید از همون ابتدا که کودکی بیش نبود نشانه‌های خرد و تیزهوشی را از خود نشان داد و زمانی که به سنین جوانی رسید پدرش مهدی با تشویق و حمایت‌های خیزران که اون رو برتر از برادرش هادی می‌دونست به عنوان ولیعهد برگزیده شد. هارون در شمار مشهورترین خلفای بنی عباس قرار داره و دوران حکومت اون رو عصر طلایی حکومت عباسی میدونند. دولت عباسیان در این دوران به جایگاهی رسید که هیچگاه به اون دست نیافته بود و به مرکز رشد علم، ادب و تجارت جهانی تبدیل شد. این نوع ویژگی‌های هارون الرشید
نه تنها وی رو در میان مردم شرق به شهرت رسوند، بلکه در میان غربیان هم اون رو محبوب کرد و حتی بعضی از پادشاهان اروپایی برای دیدار و نزدیک شدن به اون تلاش می‌کردند. در اطلاعاتی که از هارون به دست ما رسیده، گاه خیال پردازی با واقعیت‌های تاریخی توأم شده و صفات‌های متضادی که در یک شخص پدید نمیاد رو در کنار هم به هارون نسبت دادند. به عنوان مثال، وی فرد سیاس قاطعی بود و خشونت منصور و شیوه‌های حکومتی اون رو در پیش گرفته بود، اما در عین حال برای جلب رضایت مردم از خود نرمخویی و بخشنده بودن رو نشون میداد و به امور مردم رسیدگی میکرد و حتی طبق گزارش‌هایی برای اطلاع از اوضاع و احوال روزگار خود به صورت ناشناس میان مردم و محافلشون میرفت. از دیگر خصوصیات هارون الرشید حساس، نازکدل و افراط در انتقام جویی بود و گاه هم مهربان و دلسوز می شد و همدردی خود رو با گریستن ابراز می کرد. زمینه‌های شعر و ادب رو در برخورد هارون با ادبا و فقیهان میشه مشاهده کرد، چرا که هارون اونها رو تکریم میکرد و سعی داشت اونها رو به خود نزدیک کنه و حتی در شمار مشوقان تعریب و عربی کردن بود و جلساتی رو با سطح بالای فکری برگزار میکرد. این نوع ویژگی‌های شخصیتی متناقض از هارون در واقع نمایانگر نوع تربیت و زمانه‌ای بود که هارون در اون زندگی میکرد و همچنین از ویژگی‌های روحی اون هم نشأت میگرفت، زیرا وی در دوره‌ای رشد کرده بود که از یک سو به دلیل پیشرفت علم و فلسفه و اوضاع خوب اقتصادی، فرهنگ و تمدن شکوفا شده بود و از سوی دیگه در اوج ثروت و رفاه به عنوان یک فرمانده نظامی تربیت یافته بود و همه این عوامل شخصیت متناقضی از هارون رو جلوه‌گر می‌کرد. همانطور که گفته شد، علی ابن عیسی با بی‌عدالتی و تعارض به حقوق مردم منطقه خراسان اونها رو به سطوح آورده بود و اهالی این سرزمین به رهبری رافع ابن لیث دست به شورش زدند. هارون برای آرام کردن اوضاع از هرثمة ابن اعین یاری خواست و وی هم علی رو دستگیر کرد. از سوی دیگه رافع در سمرقند بود و هارون برای روشن کردن تکلیف اون به همراه مأمون پسرش به سوی خراسان حرکت کرد. در طوس بود که هارون الرشید به شدت بیمار و ناتوان شد، یا احتمال داده میشه که از پیش بیماری داشت و در راه بر شدتش افزوده شد و مأمون رو به تنهایی برای رسیدگی امور روانه مرو کرد. هارون در آخرین ساعت زندگی برادر رافع رو به قصاب سپرد و به 2 نیم کرد. چند ساعت پس از این اتفاق در جمادی الثانی سال 193 قمری، در حالی که 45 سال داشت، از دنیا رفت. ممنونم که تا پایان این پادکست همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.